فصل دوم. سه شب بعد میجر پیر هنگام خواب و در آرامش مرد و جسدش در پایین باغ دفن شد. این اتفاق اوایل ماه مارس رخ داد. طی 3 ماه بعد فعالیت‌های مبارزاتی مخفیانه زیادی از سوی حیوانات صورت گرفت. سخنان میجر با آن گروه از حیوانات مزرعه که باهوشتر بودند دید جدیدی نسبت به زندگی داده بود. آنها نمی‌دانستند قیامی که میجر پیش بینی کرده بود چه زمانی به وقوع می‌پیوندد و دلیلی هم وجود نداشت که فکر کنند این اتفاق در طول زندگی خودشان می‌افتد. اما این امر را به خوبی دریافته بودند که آماده شدن برای قیام وظیفه‌شان است. کار آموزش و سازماندهی دیگران طبیعتاً بر عهده خوک‌ها که تصور عمومی بر این بود که از سایر حیوانات باهوشتر هستند افتاد. بین خوک‌ها 2 خوک نر سرآمد بقیه بودند، ناپلئون و اسنوبال، که آقای جونز داشت آنها را برای فروش پروار می‌کرد. ناپلئون خوکی بزرگ با ظاهری خشن بود و تنها خوک برکشایر در مزرعه. چندان اهل گفتمان نبود، اما معروف بود که بالاخره به روش خودش حرفش را پیش میبرد. اسنوبال به مراتب پرشورتر بود، مبتکرتر بود و در سخنوری ماهرتر، اما به نظر می رسید که به اندازه ناپلئون شخصیت محکمی ندارد. تمامی خوک‌های دیگر خوک‌های پروار گوشتی بودند. معروفترین آنها خوک ریزنقش اما در این حال فربهی بود به نام اسکویلر. با گونه‌های برجسته و چشمانی براق. او فرز و چابک بود و صدایی رسا داشت. سخنران قهاری بود و هنگامی که مشغول بحث‌های سنگین می‌شد، از سمتی به سمت دیگر قدم می‌زد و دمش را تون تون تکان می‌داد و به هر شکل ممکن طرف را قانع می‌کرد. دیگران در مورد اسکویلر می‌گفتند که قادر است سیاه را سفید جلوه دهد. این 3 خوک با آموزه‌های میجر جزئیاتی افزوده بودند و آن را تبدیل به یک سیستم فکری کامل کرده بودند که از نظر آنها حیوانیسم یا حیوانگرایی نام داشت. چند شب در هفته بعد از به خواب رفتن آقای جونز در استبل جلسات مخفیانه برگزار می‌کردند و اصول اولیه حیوانیسم را برای دیگران شرح می‌دادند. در ابتدا با حماقت و بی‌علاقگی تعداد زیادی از حیوانات مواجه بودند. بعضی از حیوانات از وظیفه وفادار ماندن با آقای جونز یا به قول خودشان ارباب می‌گفتند و یا حرف‌های کودکانه‌ای می‌زدند مثل اینکه آقای جونز به ما غذا می‌دهد، اگر او برود ما از گرسنگی تلف می‌شویم. بقیه سوالاتی می‌پرسیدند از این دست که چرا باید برای ما مهم باشد که بعد از مرگمان چه اتفاقی می‌افتد؟ یا اگر قرار است این قیام اتفاق بیفتد چه فرقی دارد که ما برایش کاری بکنیم یا نه؟ و خوک‌ها به دشواری به آنها می‌فهماندند که اینها در تضاد با روح حیوانیسم است. احمقانه ترین سوالها را مالی مادیان سفید می‌پرسید. اولین سوالی که از اسنوبال پرسید این بود: آیا بعد از قیام باز هم قند داریم؟ اسنوبال با قاطعیت گفت: نه، ما در این مزرعه امکانات ساخت قند را نداریم. جدای از این تو اصلا به قند احتیاجی نداری. هر چقدر جو و یونجه که بخواهی در اختیارت خواهد بود. مالی دوباره پرسید: و اینکه آیا من کماکان اجازه دارم به یالم روبان بزنم؟ اسنوبال گفت: رفیق، آن روبان‌هایی که اینقدر با آنها دلبسته هستی نشانه‌های بردگی هستند. آیا متوجه نیستی که ارزش آزادی از روبان‌ها بیشتر است؟ مالی موافقت کرد، اما به نظر نمی رسید که باطناً متقاعد شده باشد. کار خوک‌ها برای بی‌اثر کردن دروغ‌های موزز زاغ اهلی سخت‌تر هم بود. موزز که حیوان دست‌آموز آقای جونز بود، جاسوسی و خبرچینی می‌کرد و در این حال سخنران باهوشی نیز بود. او ادعا می‌کرد که از وجود سرزمینی اسرارآمیز به نام سرزمین شیر و عسل که همه حیوانات بعد از مرگ به آنجا می‌روند آگاه است. موزز می‌گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از ابرها قرار گرفته است. در سرزمین شیر و عسل همه روزهای هفته تعطیل است و شب در تمامی فصلهای سال موجود است
و تکه های قند و نبات بر روی پرچین ها و درخت ها می رویند. حیوانات از موزس متنفر بودند چون او حراف بود و کار نمی کرد، ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و عسل ایمان داشتند و خوک‌ها مجبور بودند که برای متقاعد کردن سایرین به عدم وجود چنین جایی حسابی بحث و استدلال کنند. وفادارترین پیروان خوک‌ها دو اسب گاری به نام‌های باکسر و کلوور بودند. برای این دو تفکر مشکل بود، اما وقتی خوک‌ها را به عنوان معلمین خود پذیرفتند، هر چه که بهشان گفته میشد را جذب می‌کردند و با لحنی ساده به بقیه حیوانات منتقل می‌نمودند. هرگز در جلسات مخفیانه استبل غیبت نداشتند و همخوانی همیشگی سرود حیوانات در پایان جلسات را مدیریت می‌کردند. اوضاع طوری پیش رفت که تحولات خیلی سریع‌تر و ساده‌تر از آنچه توقع داشتند اتفاق افتاد. در سالهای گذشته آقای جونز هرچند که ارباب سختگیری بود، اما کشاورز توانایی بود. اما این اواخر به حال و روز بدی افتاده بود. بعد از اینکه در یک دعوای قضایی پولش را از دست داده بود، دلسرد و ناامید شده بود و بیش از حد مشروب می‌خورد. تمام روزها را بر صندلی راحتیش در آشپزخانه می‌نشست، روزنامه می‌خواند، می‌نوشید و هر از گاهی تکه‌های نان خیس کرده در محتویات لیوانش را به موزس می‌داد. کارگرهایش تنبل و متقلب بودند. زمین‌ها پر از علف‌های هرز و قسمت‌هایی از خانه بدون سقف و نرده‌ها نیازمند تعمیر بودند و حیوانات را هرگز سیر نمی‌شد یافت. ماه ژوئن رسید و محصول یونجه تقریباً آماده برداشت بود. در یک بعد از ظهر تابستانی که شنبه بود، آقای جونز به ویلینگدون رفت و در کافه شیر سرخ آنقدر نوشید که اواسط ظهر یک شنبه به مزرعه بازگشت. کارگرها گاوها را صبح دوشیده و بدون اینکه زحمت غذا دادن به حیوانات را به خودشان بدهند، به دنبال شکار خرگوش رفته بودند. آقای جونز که برگشت، بلافاصله بر روی مبل راحتی اتاق پذیرایی در حالی که روزنامه اخبار جهان را بر روی صورت گذاشته بود خوابش برد. عصر شد و هنوز کسی به حیوانات غذا نداده بود. بالاخره طاقتشان تمام شد. یکی از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شکست و همه حیوانات مشغول خوردن شدند. درست در همین لحظه آقای جونز بیدار شد. لحظه‌ای بعد او و 4 کارگرش شلاق به دست در داخل انبار ایستاده بودند و به همه طرف شلاق می‌زدند. این حرکت خشم حیوانات گرسنه را بیشتر کرد. با اینکه از قبل نقشه‌ای نکشیده بودند، همگی با هم به سمت شکنجهگران خود هجوم بردند. جونز و افرادش ناگهان متوجه شدند که از همه طرف شاخ و لگد می‌خورند. کنترل اوضاع از دستشان خارج شده بود. هرگز ندیده بودند که حیوانات چنین رفتاری از خود نشان دهند و این قیام ناگهانی موجوداتی که هر وقت دوست داشتند آزارشان می‌دادند یا با آنها بدرفتاری می‌کردند، تا سرحد جنون آنها را ترسانده بود. بعد از 1-2 دقیقه از تلاش برای دفاع از خود دست کشیدند و فرار کردند. 1 دقیقه بعد در راه گاریرو که به جاده اصلی ختم می‌شد، به سرعت در حال دویدن بودند و حیوانات هم فاتحانه به دنبال آنها. خانم جونز که از پنجره اتاق خواب دید که چه اتفاقی افتاده، با عجله مقداری از وسایلش را در چمدانی ریخت و از راهی دیگر یواشکی از مزرعه خارج شد. موزس هم از شاخه درختی که بر رویش نشسته بود پرید و در حالی که بلند بلند قاقار می‌کرد به دنبال او پرواز کرد. در همین حال حیوانات جونز و افرادش را تا بیرون مزرعه تعقیب کردند و دروازه 5 قفله مزرعه را هم پشت سرشان بستند. بدین ترتیب تقریباً حتی قبل از آن که بدانند چه اتفاقی دارد می‌افتد، قیام با موفقیت به سرانجام رسیده بود. جونز اخراج شده بود و مزرعه منر از آن حیوانات شده بود. تا چند دقیقه اول این خوش اقبالی که نصیبشان شده بود را به سختی باور می کردند. اولین کارشان این بود که دست جمعی دور تا دور مزرعه گشتند تا مطمئن شوند که هیچ انسانی جایی مخفی نشده است. سپس به سرعت به طرف ساختمان مزرعه رفتند تا آخرین آثار دوره حکومت منفور جونز را نابود کنند. در اتاق ابزار و یراق که در انتهای استبل بود را شکستند. پوزه‌بندها، حلقه‌های بینی، زنجیرهای سگ‌ها و انواع تیغ و کارت که آقای جونز با آنها خوک‌ها و بره‌ها را اخته می‌کرد، همگی را در چاه ریختند.
افسارها، تسمه‌ها، چشمبندها و توبره‌های خفتبار همه به میان شعله‌های آتش که از زباله‌ها در حیاط ساخته شده بود انداخته شدند. شلاق‌ها هم همینطور. همه حیوانات با دیدن سوختن شلاق‌ها در آتش به جست و خیز و شادی و پایکوبی افتادند. سنوبال روبان‌هایی را هم که با آنها در روزهای بازار یال و دم اسب‌ها را تزیین می‌کردند به درون آتش انداخت. او گفت روبان‌ها به عنوان لباس محسوب می‌شوند که نشانه انسان است. همه حیوانات باید برهنه باشند. وقتی باکسر این را شنید، کلاه حصیری خودش را که تابستان‌ها به کمک آن مگس‌ها را از گوشش دور می‌کرد برداشت و همراه با بقیه وسایل به داخل آتش انداخت. در مدتی کوتاه حیوانات هر آنچه که آقای جونز را به خاطرشان می‌آورد نابود کردند. سپس ناپلئون آنها را به انبار آذوقه برد و به هر کس 2 برابر جیره عادی ذرت داد و به هر سگ هم 2 بیسکویت اضافی. سپس 7 بار پشت سر هم سرود حیوانات انگلستان را خواندند و خود را آماده خواب کردند و آن شب چنان خوابیدند که گویی پیش از این هرگز نخوابیده بودند. سحرگاه همگی مثل قبل از خواب بیدار شدند و ناگهان اتفاقات پرشکوهی را که افتاده بود به خاطر آوردند و همگی با هم به سمت چراگاه دویدند. کمی پایین‌تر از چراگاه تپه کوچکی وجود داشت که تقریباً به تمامی مزرعه مشرف بود. حیوانات به بالای آن رفتند و در نور شفاف صبح دور و اطراف خود را نگاه کردند. آری، از آن خودشان بود. هر چه که دیده میشد دیگر مال آنها بود. در هیجان و خوشحالی حاصل از این فکر مشغول جست و خیز و یورتمه رفتن در محیط مزرعه شدند. با هیجان خود را به هوا میانداختند، در میان شبنم‌ها غلط می‌زدند، دهانشان را پر از علف‌های شیرین تابستان می‌کردند، کلوخ‌ها را له می‌کردند و بوی مرغوبش را به بینی می‌کشیدند. سپس گشتی برای بازرسی در سرتاسر مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، یونجه‌زار، باغ میوه، برکه و بیشه را وارسی کردند. انگار که قبلا هرگز اینها را ندیده بودند و اکنون هم به سختی باورشان میشد که همه اینها از آن خودشان است. بعد به نظم و در یک خط به سمت ساختمان مزرعه رفتند و در سکوت در مقابل در ورودی ایستادند. این ساختمان دیگر مال آنها بود، ولی می ترسیدند که داخلش شوند. بعد از چند دقیقه سنوبال و ناپلئون در را با شانه‌هایشان به زور باز کردند و حیوانات در یک خط منظم و در حالی که به شدت مراقب بودند که چیزی را خراب نکنند وارد شدند. بر روی نوک پنجه ها از اتاقی به اتاق دیگر رفتند و در حالی که می ترسیدند صدایشان از نجوا بالاتر برود با هراس با آن همه تجمل باور نکردنی نگاه کردند. به تخت خواب‌های مزین به تشک پر، آینه‌ها، مبل‌های زینتی، فرش‌های قیمتی و به تصویر ملکه ویکتوریا که بر بالای بخاری دیواری اتاق پذیرایی آویخته شده بود. تازه از پله‌ها پایین آمده بودند که متوجه شدند مالی غیبش زده. برگشتند و دیدند که در بهترین اتاق خواب مانده است. از میز آرایش خانم جونز روبانی آبی رنگ برداشته بود و آن را به شانه‌اش زده بود و به شکلی ابلهانه جلوی آینه خودستایی می‌کرد. چند تکه گوشت خوک آویزان موجود در آشپزخانه را بیرون بردند که دفن کنند و بشکه نوشیدنی که در سرداب بود با لگد باکسر شکسته شد و به غیر از این به هیچ چیز در خانه دست نزدند. به اتفاق آرا تصویب شد که خانه را به عنوان موزه نگه دارند. همگی توافق کردند که هرگز هیچ حیوانی نباید در آنجا زندگی کند. حیوانات صبحانه خود را خوردند و بعد سنوبال و ناپلئون آنها را دوباره دور هم جمع کردند. رفقا، 1/2 ساعت از 6 گذشته است و روزی طولانی در پیش رو داریم. امروز کار دروی یونجه را شروع می‌کنیم، ولی اول باید تکلیف موضوع دیگری را مشخص کنیم. اینجا بود که خوک‌ها فاش کردند که در 3 ماه گذشته از روی کتاب‌های کهنه‌ای که متعلق به کودکان آقای جونز بود و او آنها را با سایر چیزها دور انداخته بود، خواندن و نوشتن یاد گرفتند. ناپلئون کسی را فرستاد که قوطی‌های رنگ سیاه و سفید را بیاورد و دیگران را به سمت دروازه 5 قفله که رو به جاده اصلی بود هدایت کرد. بعد سنوبال از آنجا که در نوشتن از همه تواناتر بود،
قلمی را میان دو بند پاچش گرفت و روی عبارت مزرعه منر را با رنگ پوشاند و به جایش نوشت مزرعه حیوانات. قرار بود که این اسم جدید مزرعه باشد. بعد از این کار به سمت ساختمان‌های مزرعه رفتند. در آنجا ناپلئون و سنوبال کسی را به دنبال نردبان فرستادند و گفتند که آن را به دیوار انتهایی استبل بزرگ تکیه دهد. آنها گفتند که بر اساس مطالعات 3 ماه گذشته آنها خوک‌ها موفق شدند که اصول اولیه حیوانیسم را به 7 فرمان کاهش دهند. این 7 فرمان را بر دیوار خواهند نوشت. نوشته هایی که قوانینی تغییر ناپذیر را می سازند که تمامی ساکنین مزرعه حیوانات باید تا ابد بر اساس آن زندگی کنند. سنوبال با کمی مشکل، چون به هر حال برای یک خوک حفظ تعادل بر روی نردبان چندان راحت نیست، بالا رفت و مشغول نوشتن شد و در همان حال سکویلر چند پله پایین‌تر قوطی رنگ را نگه داشته بود. فرامین بر روی دیوار قیراندود به رنگ سفید و با حروف درشتی که از 30 متری هم قابل خواندن بود نوشته شدند. نوشته ها از این قرار بودند: 7 فرمان. 1. هر موجودی که بر روی 2 پا راه می رود دشمن است. 2. هر موجودی که بر روی 4 پا راه می رود یا بال دارد دوست است. 3. هیچ حیوانی نباید لباس بر تن کند. 4. هیچ حیوانی نباید در تخت خواب بخوابد. 5. هیچ حیوانی نباید الکل بنوشد. 6. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگر را بکشد. 7. همه حیوانات برابرند. بسیار تمیز نوشته شده بود و به غیر از اینکه دوست را با صاد نوشته بود و یکی از واوها وارونه بود، املای بقیه درست بود. سنوبال برای اینکه همه از نوشته ها استفاده کنند آنها را با صدای بلند خواند. همه حیوانات به نشانه موافقت کامل سر تکان دادند و باهوشترها همانجا سعی کردند فرامین را به خاطر بسپارند. سنوبال قلم را پرت کرد و فریاد زد: حالا رفقا، به سمت یونجه‌زار. بگذارید با درو کردن محصولات در زمانی کمتر از جونز و کارگرهایش به خودمان افتخار کنیم. اما در این لحظه 3 ماده گاو که مدتی بود به نظر نارام می آمدند با صدای بلند شروع به ما کشیدن کردند. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و سینه هایشان در حال ترکیدن بود. بعد از کمی فکر، خوک‌ها کسانی را به دنبال سطر فرستادند و با توجه به اینکه پاچه هایشان به درد این کار می‌خورد، گاوها را به نسبت خوب دوشیدند. به زودی 5 سطل شیر کفدار غلیظ به دست آمده بود که بسیاری از حیوانات با علاقه به آن نگاه می‌کردند. یکی پرسید: چه بر سر این همه شیر می‌آید؟ یکی از مرغ‌ها گفت: جونز بعضی وقتها مقداری از آن را با خوراک ما قاطی می‌کرد. ناپلئون در حالی که خود را در مقابل سطل‌ها قرار می‌داد فریاد زد: به شیر توجهی نکنید رفقا، ترتیب آن داده خواهد شد. فعلاً برداشت محصول مهمتر است. رفیق سنوبال شما را راهنمایی می‌کند. من هم چند دقیقه دیگر می‌آیم. به پیش رفقا، یونجه در انتظار است. به این ترتیب حیوانات به صورت دست جمعی به سمت یونجه‌زار رفتند تا برداشت محصول را آغاز کنند و هنگامی که عصر همان روز بازگشتند متوجه شدند که شیرها ناپدید شدند. فصل 3. چه مشقتی کشیدند و چه عرقی ریختند تا توانستند یونجه را انبار کنند، ولی مزد زحماتشان را گرفتند، چرا که جمع‌آوری محصول حتی از آنچه امیدوار بودند هم موفقیت آمیزتر بود. بعضی اوقات کار مشکل بود. ابزارهای کار برای انسانها طراحی شده بودند، نه حیوانات، و این موضوع که هیچ حیوانی نمیتوانست از ابزارهای استفاده کند که برای کار کردن با آنها باید بر روی 2 پا ایستاد، کارشان را عقب میانداخت. اما خوک‌ها آنقدر باهوش بودند که بتوانند هر مشکلی را به روشی دور بزنند و راه حلی برایش پیدا کنند. اسب‌ها وجب به وجب مزرعه را می شناختند و در واقع از کار چمنزنی و شیارکشی زمین بهتر از جونز و کارگرهایش سر در می آوردند. خوک‌ها در حقیقت کاری انجام نمی دادند ولی کار دیگران را هدایت می کردند و بر آنها نظارت داشتند. با دانش بیشترشان نسبت به بقیه طبیعی بود که سردمداری را بر عهده بگیرند.
باکسر و کلوور خود را به چمنزن یا شنکش می‌بستند. طبیعتاً در آن روزها دیگر نیازی به دهنه و افسار نبود و دور تا دور مزرعه را با گام‌های استوار می‌پیمودند. در همان حال خوکی هم پشت سر آنها هر وقت لازم می‌دید فریاد هین رفیق یا هوش رفیق سر می‌داد. همه حیوانات، حتی ضعیف‌ترین آنها، در کار جمع‌آوری یونجه سهیم بود. حتی اردک‌ها و مرغ‌ها به سختی در تمام روز کار می‌کردند و تکه‌های کوچک کاه را با نوکشان جمع می‌کردند. در پایان جمع‌آوری محصول 2 روز سریعتر از زمان همیشگی که جونز و کارگرهایش این کار را انجام می‌دادند به پایان رسید. اضافه بر این محصولشان بزرگترین برداشت محصولی بود که تاکنون این مزرعه به خود دیده بود. هیچ چیزی هدر نرفته بود. مرغ‌ها و اردک‌ها با چشم‌های تیزشان آخرین ساقه‌های ریز کاه را هم جمع کرده بودند و هیچ حیوانی در سر تا سر مزرعه حتی به اندازه 1 لقمه هم از محصول ندزدیده بود. در تمامی تابستان کار مزرعه بی‌وقفه و منظم به پیش رفت. حیوانات به گونه‌ای خوشحال بودند که پیش از آن حتی خیالش هم به سرشان نمی‌زد. هر لقمه غذا لذت فراوانی به همراه داشت، چرا که حالا واقعاً غذای خودشان محسوب می‌شد که به دست خود و برای خود تهیه کرده بودند و نه غذایی که توسط اربابی خسیس جیره‌بندی شده باشد. با رفتن انسان‌های بی‌ارزش که مثل انگل به آنها چسبیده بودند، حالا نسبت به قبل حیوانات غذای بیشتری هم می‌خوردند و هرچند چندان با تجربه هم نبودند، ولی در عوض اوقات فراغت بیشتری داشتند. جدای از این، آنها با مشکلات زیادی برخورد کردند. مثلا اواخر همان سال وقتی غلات را جمع‌آوری کردند، مجبور شدند آن را به همان روش قدیمی و سنتی لگدکوب کنند و بعد با فوت کردن کاه را از آن جدا کنند، چرا که مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت. ولی خوک‌ها با زیرکی خود و باکسر با ماهیچه‌های بزرگش همیشه کار را جلو می‌بردند. باکسر مورد تحسین همگان بود. او اگرچه حتی در زمان جونز هم پرکار بود، اما حالا آنقدر به شدت کار می‌کرد که انگاری جان 3 اسب را دارد و روزهایی بود که گویی تمام کار مزرعه بر شانه‌های توانایی او افتاده بود. از صبح تا شب همیشه در همان جایی که سخت‌ترین کارهای مزرعه بود حضور داشت و مشغول بار کشیدن یا هل دادن بود. با یکی از جوجه خروس‌ها قرار گذاشته بود که او را صبح‌ها نیم ساعت قبل از بقیه از خواب بیدار کند و پیش از آن که روز کاری شروع شود داوطلبانه هر جا که بیشتر احتیاج بود مشغول به کار می‌شد. پاسخش به هر مشکلی و هر مانعی یک جمله بود: بیشتر کار خواهم کرد. و این جمله را تبدیل به شعار خود کرده بود. در مزرعه هر کس به اندازه ظرفیتش کار می‌کرد. مثلا مرغ‌ها و اردک‌ها حدود 150 کیلوگرم غله را که این طرف و آن طرف پخش و پلا شده بود جمع‌آوری کردند. کسی دزدی نمی‌کرد، کسی از سهمش شکایتی نداشت و از درگیری و گاز گرفتن و حسادت که جنبه‌های معمولی زندگیشان در روزهای گذشته بود دیگر تقریباً خبری نبود. هیچ کس از زیر کار در نمی‌رفت. تردیدی نبود که مالی چندان اهل صبح زود بیدار شدن نیست و معمولاً زودتر از بقیه و با بهانه وجود سنگ در سمش کارا ترک می کند. رفتارهای گربه هم به نوعی عجیب و غریب بود. به زودی فهمیدند که هر وقت در جایی کاری برای انجام دادن باشد هرگز خبری از گربه نیست. او برای ساعتها ناپدید می شد و هنگام غذا خوردن و یا عصر وقتی که کارها تمام شده بود سر و کله‌اش پیدا می شد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. اما همیشه بهانه‌هایش آنقدر عالی بود و چنان با محبت خورخور می‌کرد که نمی‌شد در حسن نیتش شک کرد. بنجامین، الاغ پیر، انگاری هیچ تغییری نسبت به قبل از قیام نکرده بود. کار خودش را با همان سرسختی زمان جونز انجام می‌داد. هرگز از زیر کار فرار نمی‌کرد و برای هیچ کار اضافه‌ای هم داوطلب نمی‌شد. در مورد قیام و نتایجش هم هیچ نظری نمی‌داد. وقتی از او میپرسیدند که حالا که جونز رفته خوشحال‌تر نیست، فقط میگفت الاغ‌ها زیاد عمر میکنند. هیچ کدام از شماها تا به حال یک خر مرده ندیده است و دیگران مجبور بودند خود را با این جواب اسرارآمیز قانع کنند. یک شنبه‌ها کاری انجام نمیدادند و تعطیل بودند. صبحانه را 1 ساعت دیرتر از روزهای دیگر میخوردند و بعد از صبحانه هر هفته بدون استثنا مراسمی برپا میکردند. در ابتدا این مراسم فقط شامل برافراشتن پرچم بود.
سنوبال در انبار سابق یراق‌ها یک رومیزی سبز که قبلا متعلق به خانم جونز بود پیدا کرده بود و بر روی آن یک سم و یک شاخ با رنگ سفید کشیده بود. این پارچه هر یک شنبه بر روی چوب پرچمی که مقابل باغ خانه بود بالا می رفت. سنوبال توضیح داد که سبزی رنگ این پرچم نشانه زمین‌های سرسبز انگلستان است و سم و شاخ نشانه جمهوری آینده حیوانات است که قرار است بعد از پایین کشیدن نژاد انسان از تاج و تخت برپا شود. بعد از برافراشتن پرچم تمامی حیوانات به سمت استبل بزرگ رژه می رفتند تا در گرد همایی عمومی خودشان که به آن میتینگ می گفتند شرکت کنند. در این میتینگ ها برنامه کاری هفته بعد خود را مشخص و مصوبات را مطرح می کردند و مورد بحث قرار می دادند. همیشه خوک ها بودند که قطعنامه ها و مصوبات را پیش روی بقیه می گذاشتند. بقیه حیوانات رأی دادن را یاد گرفته بودند و خودشان قادر به تعیین قوانین و مصوبه‌ای نبودند. سنوبال و ناپلئون در این مدت در بحث ها و مناظره ها از همه فعالتر بودند. حتی وقتی در مورد اختصاص دادن چراگاه کوچک پشت باغ خانه به حیوانات بازنشسته به عنوان موضوعی که کسی با ذات آن هیچ مخالفتی نداشت تصمیم می گرفتند، مناظره‌ای آتشین بین این دو بر سر سن مناسب بازنشستگی برای هر گروه از حیوانات در گرفت. میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلستان به اتمام می رسید و سپس بعد از ظهر را مشغول استراحت و تفریح می شدند. خوک‌ها انبار یراق‌ها را به عنوان مقر کاری خود انتخاب کرده بودند. عصرها آنجا جمع می شدند و از روی کتاب‌هایی که از خانه مزرعه آورده بودند در مورد آهنگری، نجاری و سایر هنرهای مورد نیازشان مطالعه و تحقیق می کردند. سنوبال کار دیگری هم برای خودش تراشیده بود و آن هم این بود که سایر حیوانات را در گروه‌هایی که به آنها انجمن حیوانات می گفت دسته‌بندی می کرد. او در انجام این کار خستگی ناپذیر بود. برای مرغ‌ها انجمن تولید تخم مرغ تشکیل داد، برای گاوها انجمن دم‌های پاکیزه، برای رفقای وحشی انجمن بازآموزی که هدف آن این بود که موش‌های صحرایی و خرگوش‌ها را رام کند و برای گوسفندان جنبش پشم سفید و چند گروه و انجمن دیگر برای حیوانات گوناگون. جدا از اینها کلاس‌های خواندن و نوشتن را هم اداره می‌کرد. در کل این پروژه ها با شکست مواجه شد. مثلا تلاششان برای رام کردن حیوانات وحشی تقریباً به محض شروع شکست خورد. موش‌های صحرایی و خرگوش‌ها به همان رفتار سابقشان ادامه می‌دادند و وقتی که با آنها با مهربانی و گشاده دستی برخورد می‌شد، از این وضعیت سوء استفاده می‌کردند. گربه به کمیته بازآموزی پیوست و چند روزی حسابی در آن فعال بود. یک روز او را دیده بودند که بر روی پشت بام یکی از ساختمان‌ها نشسته و مشغول صحبت با چند گنجشک است که کمی از دسترسش دورند. داشت با آنها گفت حالا که تمامی حیوانات رفیقند، هر گنجشکی که بخواهد میتواند با خیال راحت بر روی پنجه‌های او بنشیند. اما گنجشک‌ها فاصله خود را با او حفظ می‌کردند. کلاس‌های خواندن و نوشتن اما موفقیت بزرگی بود تا پاییز. تقریباً همه حیوانات هر کدام تا حدی باسواد شده بودند. خوک‌ها خواندن و نوشتنشان بی‌اشکال بود. سگ‌ها خواندن را به خوبی یاد گرفته بودند اما علاقه‌مند به خواندن چیزی جز 7 فرمان نبودند. موریل بز سفید به نوعی از سگ‌ها هم خواندن را بهتر یاد گرفته بود و گاهی بعد از ظهرها از روی تکه روزنامه‌ای که در کپه زباله‌ها پیدا می‌کرد برای بقیه می‌خواند. بنجامین به اندازه خوک‌ها قادر به خواندن بود اما هرگز استعدادش را به کار نگرفت. تا جایی که او می‌دانست هیچ چیز با ارزشی برای خواندن وجود نداشت. کلوور تمام الفبا را یاد گرفته بود اما قادر به سرهم کردن کلمات نبود. باکسر اما نتوانست از حرف دی جلوتر برود. با سم بزرگش بر روی خاک حروف A, B, C و D را می کشید و بعد در حالی که گوشهایش را به عقب می داد می ایستاد و به حروف خیره می شد. گاهی کاکلش را تکان می داد و با تمامی وجود سعی می کرد به یاد بیاورد که حرف بعدی چیست و هیچ وقت موفق نمی شد. چند باری در واقع حروف E, F, G و H را یاد گرفته بود اما بعدش مشخص شد که حروف A, B, C و D را فراموش کرده است.
نهایتاً تصمیم گرفت که همان 4 حرف اول را یاد بگیرد و روزی 1-2 بار جهت یادآوری آنها را می نوشت. مالی به جز حروفی که اسم خودش را باید با آنها می نوشت، حاضر نشد هیچ حرف دیگری را یاد بگیرد. با تکه‌های کوچک چوب و ترکه خیلی تمیز اسم خودش را می ساخت و با 1-2 گل آن را تزیین می کرد و دورش راه می رفت و تحسینش می کرد. هیچ کدام از حیوانات دیگر مزرعه از حرف A جلوتر نرفتند. همچنین معلوم شد که حیوانات کودن‌تر مانند گوسفندها، مرغ‌ها و اردک‌ها قادر به حفظ کردن حتی آن 7 فرمان هم نبودند. بعد از کلی فکر کردن، سنوبال اعلام کرد که میتوان نتیجه 7 فرمان را در یک اصل کلی خلاصه کرد. 4 پا خوب، 2 پا بد. او میگفت که این شعار اصول اساسی حیوانیسم را در بر میگیرد. هر کسی که عمیقاً به مفهوم آن پی ببرد، از تأثیرات مخرب انسان در امان خواهد بود. پرنده ها ابتدا اعتراض کردند چرا که به نظرشان جزء 2 پاها محسوب می شدند، ولی سنوبال ثابت کرد که اینطور نیست. او گفت بال یک پرنده رفقا عضوی از بدن اوست که پیش پرنده و برای حرکت است و نه برای انجام کارهای ظریف. به همین دلیل می تواند به عنوان پا در نظر گرفته شود. علامت متمایز انسان دستش است، ابزاری که به وسیله آن همه شرارت‌هایش را انجام می دهد. پرنده ها کلمات طولانی اسنوبال را نمی فهمیدند ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه حیوانات کودن‌تر مشغول حفظ کردن شعار شدند. 4 پا خوب، 2 پا بد. شعار را بر روی دیوار انتهایی استبل بالای 7 فرمان با خطی درشت‌تر نوشتند. گوسفندها بعد از حفظ کردن شعار به شدت از آن خوششان آمد و اغلب بر روی چمنها ولو می شدند و بعبع کنان می خواندند 4 پا خوب، 2 پا بد. 4 پا خوب، 2 پا بد. و این کار را ساعتها ادامه می دادند و از آن خسته نمی شدند. ناپلئون به کمیته های اسنوبال کمترین علاقه ای نداشت. او می گفت که آموزش کودکان و جوانان از هر چیزی که به حیوانات بزرگسال آموزش داده شود با ارزش تر است. جسی و بلوبل هر دو چندی بعد از درو کردن محصول بچه دار شدند و روی هم 9 توله زیبا و قوی بنیه به دنیا آوردند. به محض اینکه دوره شیرخواریشان تمام شد، ناپلئون آنها را از مادرشان جدا کرد و گفت که خودش شخصاً مسئولیت آموزش و تربیت آنها را بر عهده می‌گیرد. او توله سگ‌ها را به اتاق زیر شیروانی برد که فقط از طریق نردبان انبار یراق، همان مقر خوک‌ها، قابل دسترس بود و در آنجا آنها را تحت چنان انزوایی قرار داد که حیوانات مزرعه به زودی وجود آنها را فراموش کردند. معمای ناپدید شدن شیر چندی بعد حل شد. آری، شیر در خوراک روزانه خوک‌ها مخلوط می‌شد. سیب‌های نوبری در حال رسیدن بودند و زمین باغ پر از میوه‌های پای درخت. حیوانات اصولاً تصور می‌کردند که این محصولات به طور مساوی بینشان تقسیم خواهد شد. اما یک روز دستور صادر شد که تمامی میوه‌هایی را که باد زده است و افتادند باید جمع‌آوری شده و به انبار برای استفاده خوک‌ها فرستاده شوند. بعضی از حیوانات نسبت به این مسئله اعتراضهای خفیفی کردند ولی سودی نداشت. همه خوک‌ها در این مورد هم عقیده بودند، حتی سنوبال و ناپلئون. سکویلر را فرستادند که توضیحات لازم را برای بقیه بدهد. او فریاد زد: رفقا، شما که تصور نمی کنید ما خوک‌ها این کار را از روی خودخواهی و مزیت قائل شدن برای خودمان انجام داده ایم. خیلی از ما حتی از شیر و سیب بدمان هم می آید. من خودم یکیشان. تنها هدف ما از این کار این است که سلامتی خود را حفظ کنیم. شیر و سیب تا آنجا که علم ثابت کرده است در برگیرنده مواد کاملا ضروری برای سلامتی خوک است. ما خوک‌ها اهل کار فکری هستیم. تمام مدیریت و سازماندهی این مزرعه بر عهده ماست. روز و شب به دنبال رفاه و سعادت شما هستیم. این به خاطر شماست که ما آن شیر را می نوشیم و آن سیب را می خوریم. می دانید اگر ما خوک‌ها نتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ جونز بر می گردد. بله، شک نکنید که جونز بر می گردد رفقا. سکویلر در حالی که با هیجان فریاد می زد و از طرفی به طرف دیگر می پرید و دمش را تون تون تکان می داد ادامه داد: مطمئناً کسی در میان شما نیست که خواهان بازگشت جونز باشد.
اگر یک چیز بود که همه حیوانات از آن مطمئن بودند، این بود که نمی‌خواستند جونز برگردد. وقتی موضوع به این شکل برایشان شرح داده شد، دیگر چیزی برای گفتن نداشتند. اهمیت توجه به سلامت خوک‌ها کاملاً واضح بود. بر همین اساس بدون هیچ بحث دیگری توافق شد که شیر و سیب‌هایی که باد آنها را می‌اندازد و همچنین بخش عمده‌ای از محصولات روی درخت باید فقط برای خوک‌ها کنار گذاشته شود.